وقتی دادگاه انگلستان برچسب تروریسم علیه مجاهدین رو لغو کرد، شهر اشرف هدف حمله موشکی ملاها قرار گرفت. حالا که شیعیان عراقی علیه این رژیم به پا خواستند، باز هم اشرف هدف انتقام شد. راستی چرا؟ زیرا اشرف قله مقاومتی است که دامنه‌ها و پایه‌هایش در تمام ایران گسترده است و این اشرف است که در اعتراضهای بی‌وقفه جوانان ایران و قیام‌های کارگران و اعتصاب‌های دانشجویان جاری است. بله، صدای شهر اشرف در گوش جان مردم ایران طنین آزادی است و در گوش آخوندهای حاکم ناقوس انقراض حتمی. سلام بر قهرمانان شهر اشرف و به قول مسعود خوشا ساکنان پاکترین شهر جهان و آیات صبر جمیل و ظفر محتوب. امروز مردم ایران و مردم تمام کشورهایی که هدف تروریسم و بنیادگرایی قرار دارند از سیاست کشورهای غرب که مشوق فاشیسم مذهبی است رنج میبرند. سیاست اونها به قول دادگاه‌های انگلستان غیر عقلانی و به دلیل ضربه زدن به صلح و امنیت جهانی خیانت‌آمیز است. به پرونده اتمی نگاه کنید. مقاومت ایران در تابستان 2002 سایت‌های اتمی رژیم را افشا کرد. در 6 سال گذشته این جنبش با دست کم 80 بار افشاگری درباره اجزای مختلف برنامه بمبسازی رژیم مهمترین عامل بیداری جهان نسبت به خطر اتمی فاشیسم مذهبی بوده است. اما دولت‌های غرب جز وقت کشی برای جهان و جز وقت خریدن برای آخوندها کاری نکردند. بله، 4 سال مذاکره، 2 سال سیاست تشویقی و در مجموع 6 سال عقب نشینی پی در پی. وقتی که آخوندها لاک و مهر تأسیسات اتمی رو خودسرانه شکستند و غنیسازی اورانیوم را از سر گرفتند، دولت‌های غربی به سیاست بسته تشویقی عقب نشستند. وقتی رژیم زیر بار تعلیق دائمی نرفت، دولت‌های 5+1 به تعلیق در دوران مذاکره عقب نشستند. وقتی آخوندها همین را هم نپذیرفتند، دولت‌های غرب به این راضی شدند که رژیم فقط تظاهر به تعلیق کند. در قدم بعد دولت‌های 5+1 از تعلیق به درخواست افزایش ندادن سانتریفیوژها عقب نشستند. این مضمون پیشنهاد 2 هفته پیش آقای سولانا در تهرانه. یک زمان تاکید می‌کردند که حاضر به دادن تضمین‌های امنیتی به رژیم ایران نیستند، اما بعداً از این شرط هم عقب نشینی کردند. طنز دوران این است که ماشین پاسدار احمدی نژاد دنده و ترمز ندارد، ولی ماشین این آقایان جز دنده عقب چیز دیگری ندارد. در قطعنامه‌هایی که در شورای امنیت تصویب می‌کنند برای رژیم مهلت 2 یا 3 ماهه قائل می‌شوند، اما خودشون از این قطعنامه تا اون قطعنامه 1 سال در جا می‌زنند. در تمام این سالها کشورهای غربی به خواسته آخوندها برای سرکوب مجاهدین تمکین کردند. درخواستی که به گفته دیپلمات‌های درگیر این مذاکرات پیوسته در صدر اولویت‌های رژیم. و سرانجام پس از طی کردن راه طولانی مذاکره و تشویق، اونقدر به فریبکاری و محدودکاری آخوندها میدون دادند که یکباره در آمریکا کشف کردند که آخوندها کار تولید سلاح اتمی رو از 5 سال پیش متوقف کردند. راستی این گزارش تحقیقاتی بود یا شعبده بازی و مارگیری؟ این تشویق‌ها و امتیازها اونقدر
آخوندها رو جری کرده که 3 روز پیش پاسدار لاریجانی رئیس مجلس ارتجاع به طور تلویحی تهدید کرد که رژیمش سراغ بمب اتمی خواهد رفت. اون گفت اگر غرب با رژیم آخوندی تعامل نکند ممکن است در مقابل عمل انجام شده قرار بگیرد. البرادعی اوایل همین ماه پیام حکام ایران رو بازتاب کرده بود که اگر به اندازه کافی مشوق دریافت نکنند می توانند در آینده نزدیک بمب اتمی بسازند.